خوش اومدی. آسترونا همین لحظه است. جایی بین صدا و سکوت. جایی که تو آغاز میشی. دوست خوبم، قبل از اینکه وارد این سفر بشیم، اگه حس میکنی این فضا برات الهام بخشه، حتما پیج رو سابسکرایب کن تا هر بار که دلت خواست به راحتی بهش دسترسی داشته باشی. زنگوله هم فراموش نکن، چون اینجا هر بار تجربه تازه برات ساخته میشه. ذهن ما شبیه یه خاک حاصل خیزه. هر چیزی که توش بارها کاشته بشه بالاخره جوونه میزنه. عبارتهای تأکیدی درست مثل دونه‌های کوچیک نورن. وقتی هر روز مخصوصاً تا 21 روز اونا رو بشنوی یا تکرار کنی، تبدیل میشن به باورهای عمیق درونی. و خبر خوب اینه که لازم نیست برای گوش دادن چشماتو ببندی. میتونی همینطور با چشم باز موقع کار یا استراحت بذاری این کلمات مثل نسیم ملایمی توی وجودت جریان پیدا کنه. پس اینها فقط جمله ها نیستن. اینها دونه‌هایی هستن که داری توی زمین ذهنت میکاری. و هر بار که میشنوی یا تکرارش میکنی، انگار بهشون نور و آب میدی. حالا نفس عمیق بکش و بذار این سفر آروم شروع بشه. ذهن من هیچ مرزی ندارد. همه دیوارهای ذهنی همین حالا فرو میریزد. من فراتر از هر ترس زندگی میکنم. هیچ مانعی نمیتونه قدرت درونی من رو متوقف کنه. من از قفس ذهنم بیرون اومدم. ترس‌ها خاکستر میشن و محو میشن. هر محدودیتی در ذهنم همین حالا ناپدید میشه. من در روشنایی شهامت قدم برمی‌دارم. هیچ صدایی نمیتونه منو کوچیک کنه. من پر از شجاعتی بی پایانم. ترس‌های قدیمی دیگه وجود ندارن. من صاحب قدرت مطلق ذهنم هستم. من در امنیت مطلق جهان زندگی می کنم. هیچ باوری نمیتونه منو محدود کنه. من آزاد، شفاف و بی انتها هستم. هر لحظه زنجیرهای ذهنی از هم پاره میشن. من هر روز سبکتر و آزادترم. ذهن من مثل آسمان بیکرانه. ترس‌ها هیچ جایی در وجود من ندارن. من نور رهایی رو در تمام وجودم احساس می کنم. من آزادانه انتخاب می کنم. هیچ دیواری نمی تواند جلوی من بایستد. من با قدرت قلبم همه ترس‌ها رو ذوب می کنم. محدودیت‌ها برای من بی‌معنان. من پر از انرژی بی‌نهایت آزادی هستم. هیچ چیز توانایی اسارت مرا ندارد. من به شهامت ذاتی خودم وصلم. ذهن من دریایی از آزادی است. من همکنون همه ترس‌هام رو رها می کنم. من سبک، آزاد و بی‌مرز هستم. باورهای محدود کننده جایی در من ندارد. من انتخاب می کنم در آزادی زندگی کنم. من همکنون شجاعت مطلقم. من از تمام سایه‌های ذهنی عبور کردم. من با هر دم آزادتر می شوم.
ذهن من قلمرو رهاییه. هیچ ترسی نمیتونه منو اسیر کنه. من در قدرت و آزادی مطلق زندگی میکنم. تمام وجودم پر از آرامش و شهامته. آزادی من همین لحظه است. من معجزه رهایی خودم هستم.